درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان از تلویزیون ولایت صلح. با شما هستم اهل‌دین شمس‌الدین زاده. با گذشت یک هفته گروه ایجادی مخصوصا برنامه درخشان کوشش کردیم بهره بریده خاطری هر کدام شما با دریافت یک نفر چهره موفق که هم در جاده سبق دادن، یعنی که در جاده آموزگاری و هم اشتراک در آزمون‌ها خیلی موفق هستند، دریافت کردیم. منظوری شما می‌داریم. یادداشت می‌شیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت صلح در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت صلح تهیه و پیشنهاد مردم می‌گردد. اگر کودکان، نورسان، جوانان صاحب لیاقت باشند، خواهش اشتراک کردن رو در علمی سفره بلند برنامه درخشان رو خواهش داشته باشند، می‌توانند البته به عنوان برنامه زنگ زنند و ما این امکانیت را برای آن نفران فراهم می‌آوریم. و تا به امروز زیاده از 35-40 نفر کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت علاقه استعداد و مهارت خود را بهره بینندگان عزیز تلویزیون ولایت صلح مخصوصا برنامه درخشان از انهمی استودیو تلویزیون ولایت پیشنهاد کردند و قابل قبول و احسان بود و این امکانیت حالا هم فراهم است. هر نفری که دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده است، اشتراکچی آزمون است، خواننده فعال است، با آداب است، دانشمند است، میتواند آمده در برنامه درخشان اشتراک کند. بیاید بینندگان عزیز با یک کفکوبی صمیمی قهرمانی برنامه را استقبال میگیریم. بار دیگر درود بینندگان عزیز. یادداشت می‌شویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت صلح در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت صلح جهت دستگیری کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت تهیه و پیشنهاد کرده می شود و هر نفری که در برنامه درخشان اشتراک می‌کند صاحب مدال رمزی برنامه درخشان که از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت صلح تهیه شده است البته تقدیم کرده می شود. صاحب همین مدال رمزی برنامه درخشان می شود. اگر شما، فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس میتوانید رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت صلح ثبت شده است وارد گردید، نام‌نویس شوید و ما البته درخواست شما را قبول میکنیم. آمده در انهمی برنامه درخشان شرکت می‌ورزید. و امروز نیز البته کوشش کردیم با دریافت یک نفر جوانی صاحب لیاقت، آموزگار جوان و اشتراکچی یک چند آزمون ها که توانستند در سبقت انمین آزمون ها موفقیت را به دست آورند به برنامه درخشان دعوت کردیم. شما را از نام گروه ایجادی خوش آمدید میگم. و بینندگان عزیز، واقعا امروز سفره برنامه درخشان، لایحه برنامه درخشان لایحه مردمی است. هر نفر اگر اشتراک کردن خواهد، این لایحه امکانیت میدهد که بیایند اشتراک کنند، استعداد و مهارت خود را البته به یگان مانع پیشنهاد کنند. خب شما را به برنامه درخشان خوش آمدید میگم. قبل از همه به بینندگان عزیز خود را معرفی کنید. تشکر زیاد. من نور بصیرجان، زاده ناحیه عینی و همچنین آموزگار مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان می باشم. در زمان دانشجویی و در زمان مکتبخوانی به یکچند دستاوردهای بزرگ علمی نایل گشتیم که این پیش از همه با تشبثی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی همه این موفقیت‌های ما به شمار می‌رود، زیرا محض شرایط مساعد برای علم آموختن و اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوریوی باعث می‌گردد که ما جوانان را برای پیشروی هدایت سازد. آفرین، احسن میگم. شما قبلا برنامه‌های درخشان رو تماشا کرده هستید؟ بله، ما البته پیگیری برنامه درخشان هستیم، زیرا در این برنامه با چهره‌های نو آشنایی پیدا می‌کند و انسان از آنها یک غذای معنوی می‌برد. خب به فکر شما همچون نفری که نظارت می‌برد، خب امروز اشتراکچی هستید، انا همین در عمق دلی هر یک اشتراکچی یا که نفرانی که صاحب استعداد هستند، انا همین درخشان کدام دونه را می‌کارد؟ من فکر می‌کنم که برنامه درخشان با آنها امکانیت بسیار مساعد فراهم می‌آورد که تا که باوری آنها به خود زیاد گردد و برای موفقیت‌های من بعد زمینه مستحکم می‌گذارد. یعنی که پیش از همه باوری به خود البته می‌باشد. آفرین، احسن. یعنی به اصطلاح روحیه می‌بخشد. آفرین. قبل از همه ما وقتی که برنامه رو آغاز می‌کنیم، قهرمان برنامه رو می‌پرسیم که دارای چی استعداد است، لیاقت است. امروز شما رو چگونه معرفی می‌کنیم؟ خب من از زمان وقتی که در مکتب می‌خواندم یک استعداد فوق‌العاده که در من بود، این به خاطر گرفتن رقم‌ها بود. زیرا من چون خود آموزگار گئوگرافی هستم و ما بسیارتر با رقم‌ها سر کار داریم، در وقت زمان مکتب خوانیم، یعنی به اصطلاح در خاطر گرفتن رقم‌ها و حوادث‌ها و واقعه‌های علمی
برای ما به نهایت آسان به دست می آمد. یعنی که بسیار فن شوق‌آور و برای حیات هر یک انسان مهمتر است این فن گئوگرافیا و من باوری دارم که آموزگارانی که با این فن امروز سبق می‌دهند البته در رفت برنامه آنها نیز شاد میشوند که سوال جواب دایر میگردد و من اطمینان کامل دارم که از فن البته گئوگرافیا یعنی جغرافیا البته هم صحبت میشویم. خب یعنی که استعدادی که شما دارید به خاطر گرفتن و همزمان اشتراکچی اینجا میبینم یک جایزه مخصوص هم دارید که این جایزه به خاطر ماست با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی در برابر آزمون‌های جمهوری فروغ سپیدانی کتاب است تاجیکستان وطن عزیز من سال 2021 نخستین مرتبه تشکیل کرده شد آزمون علم فروغ معرفت که این برای در عمل تطبیق نمودن 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی ریاضی و دقیق به شمار می‌رود و من خرسند از آن هستم که همچون دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته گئوکولوژی و توریسم در نخستین سال برگزار نمودن این آزمون سزاوار جای دوم در سطح جمهوری گردم. آفرین احسن میگم. به شروع میکنیم از آوان خردسالی به کدام مؤسسه تعلیمی قبول شدید؟ به کدام مؤسسه تعلیمی قبول شدید؟ اولین آموزگارتون کی بودند و چگونه راه طولانی همین تحصیل شما رو به خود گرفت و کدام دستاوردها رو به دست آورده در رفته انمی تحصیل از صنف یکم تا 11ام؟ خب ناصر خسرو یک بیت خوب دارد که به شاگردی هر آن کو شاد گردد بود روزت که خود استاد گردد. در زمان مکتبخانه من دو استادی به نهایت بزرگ را در خاطر دارم که برای ما بسیار سبق‌ها می‌آموختند. استاد فن گئوگرافی من در زمان مکتب که در مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 13 دهه و شب نهه من تحصیل کرده هستم استاد لطیف فرقت بودند که به نهایت استاد سختگیر بودند و حتی ما را درس‌ها فقط به یعنی یک مفهوم‌های مهم و مفهوم‌های کلیدساز اهمیت می‌دادند، به صحنه‌های مهم و به واقعه مهم اهمیت می‌دادند. این باعث شد که ما نیز برای بلند برداشتن یعنی سمت در ما یک به اصطلاح روحیه داد. و استاد دیگری من استاد اودینف قمربای به شمار می‌روند که البته معلم زبان و ادبیات ما بودند و آنها برای بسیارتر طرز درست سخن گفتن و طرز شناسایی با ادبیات کلاسیک ادبیات معاصر و ما را به خواندن ادبیات بدیع بسیار راهنمایی می‌کردند. ببینید که امروز نفران پیدا میشن که اگر فن دقیق رو چی فن کیمیا یعنی شیمی باشد فن فیزیک باشد دیگر فن ها باشد با ادبیات کمتر رو میورند یعنی که ادبیات رو بیشتر دوست نمیدارن برای اینکه با تحلیل و عمیق کردن بعضا رقم ها وقت ساعتشون میگذارد از اشعار استادان مثلا از خود کردن نظم نثر برایشون نه اونقدر پسند است میدونن یعنی کمتر. امروز از صحبت ما معلوم می شود که شما در قطار آموختن فن های دقیق کوشش کردید که به ادبیات هم نزدیک باشید. چرا؟ خب در یک از شهر انیختر شهر وینا در همونجا هست رسمی یا مجسمه 4 نفر شخصیت بزرگ ملت تاجیک فارس. اینها ابوعلی بن سینا، عمر خیام، ابوریحان بیرونی و محمد ابوبکر محمد زکریا رازی. یک بار اگر ما به تاریخ نظر اندازیم بسیاری از بزرگانی که سطح بین المللی ما داریم از سال 800 تا سال 1200 در تاریخ تولد شدند. مثلا گرفتیم ابوعلی بن سینا 980 1037 عمر خیام سال 1048 1131 یا که ابوریحان بیرونی 973 1048 ابوبکر محمد زکریا رازی 865 925 طبیب حاذق. اگر ما به خواندن آثار همین دانشمندان رجوع بیاریم در تاثیر همین دانشمندان علم فلسفه بسیارتر بود. برای همین اینها شخصیت بزرگ شدن در تمام جاده. اگر به علم گئوگرافیا گیریم خوب اساسگذار علم گئوگرافیا اراتوسفن است 276 194 پیش از میلاد یعنی در اصل سیزیست است. همین عالم تخلص پنتاتلوس داشت. مثلا اگر جلال‌الدین رومی تخلص خاموش داشته باشد، سعدی شیرازی تخلص ابو اخلاق داشته باشد یا که عبدالقادر بیدل تخلص ابوالمعانی داشته باشد یا که حافظ شیرازی تخلص لسان الغیب داشته باشد اساسگذار علم گئوگرافیا تخلص پنتاتلوس داشت. چرا؟ پنتاتلوس معناش عالم 5 حربه یعنی عالمی که 5 علم همان زمان را پوره میدونست. اینها علم متماتیکا، استرونومی، ستاره‌شناسی، گئوگرافیا، تاریخ و فیلولوژی بود یعنی شاعری. من فکر کردم که علم گئوگرافیا امروز بینید علم گئوگرافیا بسیاری کسا فکر میکنن که علم طبیعی است. در حقیقت این نادرست است زیرا علم گئوگرافیا این علم است که فن‌های طبیعت شناسی و دقیق با فن‌های گومینتری پیوست می‌سازد. یعنی اگر همین دایره سیر ببینید
ساحل چپ دارد، ساحل راست دارد. همین علم گئوگرافی به اصطلاح پل هست که اگر ما تصور کنیم پیوندگر فن‌ها هست. پیوندگر فن‌ها است. با من فکر می‌کنم که برای گئوگرافی حقیقی شدن باید انسان هم فن‌های طبیعت شناسی دقیق داند و هم فن‌های گومانیتری دارد، زیرا که انسان همه جهت تشکل می‌یابد. آفرین. خب درباره استادان زبردست ما که توانستند شعرهای بسیار پرمضمون ایجاد کنند سخن گفتید. شاعری که بیشتر به قلب خودتان نزدیک است کی هستند؟ مولانا جلال‌الدین بلخی بشبه نفری که بسیارتر اشعار این نفر ما را تسخیر کرده است. مولانا جلال‌الدین بلخی بس میتوانم یک بیت؟ روایت مشهورترینه که در خاطر من از اجرایات مولانا جلال‌الدین بلخی نقش بسته است این است: گفتم که برای حریف غمگین منشین، جز پهلوی همدلان شیرین منشین. بر باغ در آمدی سوی خار مرو، جز با گل و یاسمین و نسرین منشین. یعنی مولانا میگوید که این دنیا به مانند باغ است و باید ما با انسان‌های با آنها هم صحبت شویم که از به مانند گل و یاسمین و نسرین هستند. یعنی آنها برای تشکل شخصیت ما نقش ارزنده را دارند و من فکر میکنم که به نهایت این اندیشه درست است. خب از شاعران معاصر چی؟ از شاعران معاصر وقتی که شعر معاصر توجیه میگیم پیش من نقش استاد لایق شیرالی، چهره استاد لایق شیرالی جلوه‌گر میشود، زیرا که استاد لایق شیرالی پیوندگر ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر هستند و در تشکل خودشناسی ملی مردم ما در سالهای 70 80 نقش ارزنده دارند. آفرین. امروز یعنی که کار و پیکار خود را بسته بر رشته آموزگاری. بله. چرا؟ عبدالرحمن جامی یک بیتی بنیاد مشهور دارد که اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بخیرت روزگار. چون بسیاری از خودی پدری من آموزگار هستند و قسمی زیادی خویشاوندان ما آموزگار هستند و ما این کسب پرشرف را انتخاب کردیم، زیرا که محض تمام آن نفرانی که امروز موفق هستند سراول محض از دست آموزگار گذشتند. برای همینم چقدر که درباره بیت ناصری خسرو قائل کردیم به شاگردی هر آن که او شاد گردد بود روزی که خود استاد گردد. و این کسب بنیاد کسب پرشرف است و من میخواهم که در برابر اونی که به دیگر فعالیت ها مشغول شویم به فعالیت آموزگاری کسب ارزنده ما باشد، زیرا در تعلیم و تربیت نسل نورز باید آموزگاران سهم ارزنده داشته باشند که پیش از همه وطن دوست هستند، خودشناسی ملیشان بالا هست و برای آینده ملت کوشش و جانبازی میکنند. آفرین. از موضوع دور نمی رویم. گفتیم با مؤسسه تعلیمی وارد گردید، دو نفر استادان رو البته نامور معرفی کردید که در حیات شما نقش گذاشتند. خب میپرسم که در المپیاده ها، آزمون ها شرکت می‌ورزید، خواننده فعال بودید در رفته علمی مکتب؟ بله، در مکتب خانه ما کوشش میکردیم که در تمام آن آزمون هایی که برگزار بشود نو بحث از آنی که ما در او غالب میشویم یا غالب نمیشویم اشتراک کنیم، زیرا که سنجیدن دانش جزء ترکیبی فعالیت ما در زمان مکتبی بود. مکتبی بود، زیرا که انسان باید کوشش کند که در زمانی که نورس است و جوان است خودش را در تمام سمت ها سنجد. کی یکمین نفر شده استعداد شما رو دریافت کرد و گفت که واقعا این پسرچه یا انا همین جوان یا همین نورس در آینده میتواند صاحب استعداد شود و باید دستگیری کرد؟ از خانواده کی، در مکتب کی؟ خب مادرم برای من یک سخنی خوب گفته بودن که یک سخنشان تا حاضر از خاطر من نمی رود و پیوسته من این سخن را کوشش میکنم که استفاده برم. گفتن که پسرم تو نه تنها پسری من باش، کوشش کن که پسری خلق باشی. و وقتی که همین سخن را مادرم برای من گفتن این یک سرچشمه بنیاد هم بزرگ شد برای فعالیت من بعد و من چقدر که در بار گفتم استاد اولین من در سمت علم گئوگرافی استاد لطیف فرقت هستند در زمان مکتبی و همین نفر پیوسته ما را کوشش میکردن و به مانند کاتالیزاتور میگن به اصطلاح علم شیمی، یعنی کاتالیزاتور ماده هستند که ریاکسیون شیمیایی رو میتزنن خودشون به تغییر میستن. یعنی استاد من همین خیلی بودن، یعنی ما رو موتیواسیون میدادن. برای همین ما کوشش میکردیم که پیوسته از پی آموزش شویم. حیات و فعالیت دانشجویی چگونه گذشت؟ حیات و فعالیت دانشجویی اگر من خطا نکنم فقط زمان دوم کورسی من خواندن اثرهای ابوعلی ابن سینا را پیگیری بودم. در همین در کورسی دو فقط تنها آثار ابوعلی ابن سینا را به طور پررنگی مطالعه کردم و بسیار چیزهای جالب برای حیات خودم گرفتم، زیرا من می‌خواستم که تشکل یابم. خب مختصر درباره استاد بگید که کی بودن، چگونه بودن، چی رو اجرا کردن و تا به امروز با کدام خصلتشون در خاطرات انسانیت نه تنها تاجیک برای انسانیت همچون میراث گذاشتن و نامور شدن؟ خب من اینجا میخواستم دو حادثه را از
زندگی استاد از ابوعلی مسینا ذکر کنم، یکمش حادثه آنه که نوح ابن منصور پادشاه دولت سامانیان را تبابند میکنن. وقتی که پادشاه دولت سامانیان را تبابند میکنن، با ابوعلی مسینا میگن که تو چی میخوای از من که تا برای تو مهیا سازم؟ ابوعلی مسینا تنها یک چیز میگن، برای من شما پادشاه هم دروازه کتابخانه سوانح الحکمت رو باز کنید، برای من کفایه است. یعنی این روز ببینید یک نفری که شخصیت بزرگ و ورزیده است تنها برای تبابتش کتاب انتخاب میکند که این برای من به نهایت چیز مقدس است. و دویم حادثه وقتی که ابوعلی مسینا یک کتاب بزرگی ارسطو را میخواند، متافیزیک میشد به زبان خود علمی و به زبان عربی میشن ما بعد الطبیعه، 40 مرتبه میخوندن این کتاب، 40 مرتبه میخونن و استاد نمیفهمن. و بعد از اون که نمیفهمن یک روز به بازار سفر میکنن که در همون بازار یک تا کتاب ابونصر فارابی شرح همین کتاب متافیزیک ارسطو است. همین کتاب وقتی که میگیرن میخونن مندرجه کتاب متافیزیک ارسطو را میفهمن. بعد با تمام همون نفرانی که در بازار بودن یعنی خیر سخوان میکنن که این از آن گواهی میدهد که ابوعلی مسینا با کتاب خواندن بنیاد اهمیتی اولین درجه میدهد و همین چیز باعث شد که این کتابی مخصوصا کتاب‌های بزرگ ابوعلی مسینا، کتاب شفا، القانون فی طب که در مدت 20 سال در شهر همدان هستند، امروز دستورالعمل طبیبان جهان هستند. من فکر میکنم که این توجهی به کتاب این شخصیت یعنی که استاد توانستند در دوام زندگی خود با کارنمایی و دانش عمیق خود که هم از کوشش و غیرت خودشان وابسته بود، کوشش کردن، زحمت کشیدن، یک تبادلات بزرگ به علم طب در جهان جاری کنند و که امروز دستورالعملی چنان گفتید تمام طبیبان عالم است. و می توانیم گفت که امروز ابوعلی ابن سینا یکی از نه تنها روشنفکر، چهره‌های ماندگاری عالم است. در قطار اینشتین دیگر همان اختراعکارها، در قطار دیگر همان شخصیت‌های برومند عالم است که برای همه انسانیت یک کاری کردند و می توانیم در قطار آنها جاری کنیم. بله البته. سال 1172 در عصر 12 گرارد کرمانسکی اثر القانون فی طب به زبان لاتینی ترجمه کرد که امروز در مدت 500 سال یعنی از عصر 12 تا عصر 17 دستورالعمل بسیاری از طبیبان دنیا بود و حتی یک کتاب بزرگی اساسگذار ادبیات ایتالیا هست، دانته الیگری مسحکه الهی یا بجستر کمدی میگن، از 3 قسم عبارت است. در همین کتاب نام همین شخصیت ذکر شده است و در بسیار از سرچشمه نام ابوعلی مسینا ذکر شده است و ما گئوگرافان این نفر گئوگراف میگیم، فیلولوگا فیلولوگ میگن، طبیبان طبیب میگن، فیلسوفان فیلسوف. زیرا یعنی که به هر یک ساحه وابستگی دارند. به هر یک ساحه وابستگی دارند. از 450 کتابی که ابوعلی مسینا تالیف نموده است تا امروز زیاده از 200 آنها دسترسی ما هستند که در تمام علم‌های همان زمانه یعنی سهم ارزنده ابوعلی مسینا هست، مخصوصا با 29 علم یعنی توجهی خاصه کردن و تا سن و جالبیت از درون است که تا سن 18 سالگی همین علم‌ها را همش از خود کرده است. بعد از 5 سال خودتون رو کی دیدن می‌خواید یا چگونه دیدن می‌خواید؟ خب من وقتی که شما سوال دادید بیتی ابوالقاسم لاهوتی شاعر انقلابی ما به خاطر رسید که میگه هر شب از خودت بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی به مردم کردی. یک سخنی که در زمان دویم کرسی من خوانده بودم از کتاب استاد فاتح نیازی و کتاب سربازان به اصلاح، یک سخن است که نه همه کس برای ما جوابگار است لیکن ما برای همه کس جوابگاریم. بله. من امروز در برابر اون که کتاب‌های بدیع میخوانم قریب تمام آثار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را مطالعه نمودم و من میخوام که حتی یک فایده که کمی هم باشد به مانند پیشوای ملت هم به مانند صدریدن استاد صدریدن و به مانند دیگر چهره‌های بزرگ علمی و ادبی در تشکل معنویات جامعه مخصوصا سر کرده از مکتب سهم ارزنده خود سهم کوچک خود را گذارم. مانند باشیم کمی که ایدئال خود میشمرید. نه ایدئال خود میباشد، زیرا که چنگیز ایتمتوف میگوید که نکوکاری و نیکی کردن در کوچه نیستند. آنها را انسان خود از دست یعنی خود از خود پیدا نمیکند. انسان نیکی کردن و نکوکاری کردن از انسان‌های بزرگ یعنی می‌آموزد. برای باید ما در عمل تطبیق میکنیم. در عمل تطبیق میکنیم البته. خب آفرین. من این لحظه میخواستم اطراف دستاورد شما پرسم که خب اومدید دانشجو شدید امروز با همین آزمون شرکت ورزیدید. سالی چند شرکت ورزیدید؟ در کدام نومیناسیون در دور ناحیوی ولایتی جمهوری چگونه صاحب جای شدید؟ خب
چقدر که من در بالاتر قید کردم، من خود در وقت زمانی که در مکتب میخواستم در المپیاد جمهوری بین خوانندگان از فن گئوگرافیا در سطح جمهوری مقام اول کسب کردم و بعد از آن که سال 2021 از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی آزمون نو تحت عنوان علم فروغ معرفت برگزار گردید، یعنی تشکیل شد. آزمون از 7 نامیناسیون عبارت است و یکی از نامیناسیون ها علم گئوگرافیا است. ما در این آزمون با راهبری استاد عزیز من در دانشگاه عبدالرحیم صدری نیمینویچ و یکی از استادان برجسته دیگری ما توردیف توردیبای آمادگی میدیدیم و من کوشش کردم که تمام آثارهایی که در دستورالعمل همین آزمون هستم پرره مطالعه کنم، زیرا که وقتی که انسان مطالعه میکنه نه تنها برای اشتراک در آزمون من بعد برای فعالیتش یک زمینه مستحکم. در دوره یکم صاحب جایی در دوره دانشگاهی سزاوار جای یکم شدم، در دوره شهر سزاوار جای دوم شدم، در دوره ولایتی جای یکم و در دوره جمهوری جای دوم رو سزاوار شدم. آفرین، احسن میگم. انا همین کیفیت و استعمال غالبیت از جانب انا همین استعداد شما چگونه قبول شد؟ خود رو چگونه حس کردید و بعدا چی نقش و چی مقصد گذاشتید که من بعد باید همین غالبیت زیادتر شود؟ بعد از آن که همین غالبیت من به دست آوردم، همان شب من یک کتابی رنی دکارت پره خواندم. یعنی من باید گفتم که باید همین به این غالبیت من داده نشم، باید پره کوشش کنم که باید این حالا کم است. زیرا که یک سخنی توماس روبرت دیورر هست که вчерашний успех принадлежит вчерашнему дню. یعنی غالبیت گذشته البته برای گذشته است. برای من ما کوشش کنیم که من خودم رو کدام وقت غالبی حقیقی احساس میکنم. اگر فعالیتی که من میکنم، کاری من میکنم که برای بسیاری از نفران فایده بیارد یا که سرچشمه موفقیت دیگر نفران شود، من همه وقت خودم رو موفقیتی به طرز 100% موفق حس میکنم. زیرا که این دستاوردهایی که ما به دست میاریم البته ما باید خرسند شویم، اما خوشبختی حقیقی، اما خوشبختی و غالبیت حقیقی همون است که شما باعث خوشبختی دیگران و باعث غالبیت دیگران میگردید. آفرین. حالا من یک سوال میدهم، بعدا میگم برای چی این سوال رو دادم. خب آموزگار از چه خرسند میشود؟ آموزگار البته از آن خرسند می شود که شاگردی وی موفق می شود، شاگردی وی در یگان جاده به کمالان می رسد و صاحب دستاورد می شود. این روز بینید یک سخن جناب ما را پیوسته مهری ما را به علم آموزگاری زیاد میکنند و میگویند که اگر شما را حکومت، اکادمی علم ها یا که وزارت فراموش کنند که شما را شاگرداتون فراموش نمیکنند. یک سخنشان باور کنید برای ما یک انرژی داد که 20 سالها برای فعالیت آموزگاری بسنده است، حتی تا آخر عمر بسنده است. و من فکر میکنم که غالبیت شاگردان و اون موفقیتی که شاگردان شما میدهند و حتی یک موفقیت کوچک این باعثی حتی زیاد گردیدن عمر آموزگار نیز میگردد. پاسختان درست بود. برای آن سوال دادم که این لحظه ها البته این فرصت ها که امروز اداره تلویزیون و رادیو ولایتی ساخت، مخصوصا برنامه درخشان برای من و شما، برای مردم فراهم آورد و ما رو تماشا دارم. من باوری دارم که چندین پیوندان شما، البته دوستان شما، حتی آموزگارانی که شما رو تربیت کردن، باوری دارم که تماشا دارند. از منبر بلند برنامه درخشان برای آنها صمیمانه، صدق دلانه از قلبتون چی سخن ها میگوید؟ خب من سر اول میخواستم با آموزگاران سخن گفته باشد، زیرا که جبر استاد از پدر پیش است و از پدر استاد در پیش است. من مینداری مخصوص خود را با آموزگاری دوران مکتبی هم استاد لطیف فرقت و با آموزگاری دوران دانشجویی هم عبدالرحیم صدری نیمینویچ میرسانم و تمنای آنها میکنم که تا جهان باشند تا جهان باشند آنها نیز باشند و همیشه سربلند و داغوی ما شاگردان باشند که تا که در آینده ما نیز با مانند همین شخصیت ها در تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاریم. خب مادری که چنان گفتید شعار زندگی شما را به قلبتان انداختند، گفتند که فرزند مردم باش، فرزند همین صادق وطن باش. برای مادر، برای پدر، برای آن نفران پیوندانی که شما را بی صبرانه انتظار میشوند، دوست میدارند، همراه راهپیمایی میکنند در موفقیتتان، در کمبودیتان و بیش از پیش پدر و مادر فرزندش رو در قلبش نزدیکتر میبیند، چی نقصان دارد، چی پیشروی دارد، چی موفقیت دارد، چی استعداد دارد. برای پیوندهای قلبتون چی میگویید؟ خب من پیش از همه با مادر جان و پدر جان عزیزم گفتنی هستم که من شما رو دوست میدارم و دعای شما این همه موفقیت هایی که امروز ما موفقیت های گرچنده کوچک هم باشند به دست آوردیم، پیش از همه
سببش این دعای بزرگ شما است که پیوسته در غم ما فرزندان هستید، در دعاگوی ما هستید و من میخواستم که گویم که همیشه سربلند باشید و ما شما را از صمیم قلب دوست می‌داریم و تا جهان است برای خدمت شما آماده هستیم و به خویشاوندانی که امروز ما را تماشا دارند و دوستانی بهترین ما که در جاده علم هستند و تمام آنها من مینداری مخصوص خود را میرسانم، زیرا محض یکی از سبب‌های اساسی رو آوردن به علم این پیش از همه داشتن دوستانی هست که صاحب علم هستند و علم قدر میکنند و من مینداری مخصوص خود را یکی از دوستانی بهترین هستم که دوستان بهترین حجه فرهاد که غالبی آزمونی تاجیکان تاریخ ملت هستند میرسونم، زیرا همین نفر در تشکل شخصیت ما و بنیاد سهمی ارزنده دارند در برابر استادان. بله، استاد در برنامه درخشان شرکت ورزیدند و همزمان توصیه دادند که شما نیست که شاگرد اون کس محسوب می‌یابید، گفتند بیایند اشتراک کنند. ما گفتیم چرا نه؟ برای اینکه هر نفری که امروز دارای استعداد لیاقت است در همین جامعه امروزه صاحب علم است و یگان دستاورد را به دست آورده است، میتواند به یگان مانع به عنوان تلویزیون ولایتی سوم مثلا برنامه درخشان مراجعت کند. ما کوشش میکنیم همین گونه یک برنامه صمیمانه برادرانه البته دوستانه برپا نماییم، چون آنها میتوانند از استعداد خود، از حیات خود، از زندگی نامه خود، از دستاورد خود برای مردم قصه کنند، بگذار معرفی شوند آنها. و چون محض خودتون گفتید که رسالت این برنامه باوری به خود است، بگذار باوری بخشیم آنها در حیات انعامی علمی خود راه خود را دریافت کنند. خب در آینده نقشه چی است؟ کی بودن میخواهید و در کدام ساحه بودن میخواهید؟ کدام وظیفه رو اشغال کردن میخواهید؟ خب من در آینده کوشش میکنم که آموزگاری خوب شوم و برای منفعت ملت، برای منفعت دولت ملت سهمگذار باشم و برای تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاشته باشم، زیرا این آموزگاری کسب پرشرف است و من در آینده خود را یک آموزگاری موفق دیدن میخوام و آموزگاری که پیش از همه در تشکل خودشناسی ملی و وطن دوستی باید جوانان یعنی راهبری میسازد و من در آینده باز میخواستم که بسیاری از شاگردان داشته باشم که تا که آنها نیست در برابر آنه که ما رسالت ما را برای خدمت کردن به وطن صرف میکنیم، همین شاگردان ما نیز همین گونه رسالت داشته باشم و در پیکار به مانند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همین وطن دوست داریم و برای همین ملت و همین دولت خدمت کرده باشیم و بیت استاد لایق شعری است که یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگ وطن مثالی هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. از بین 197 دولت سازمان ملل متحد یک تا دولتی است که نامش تاجیکستان و باید ما جوانان مخصوصا آموزگاران برای معرفی نمودن ملت خود، دولت خود و برای تشکل معنویات در جامعه سهمی هم نیروی ذهنی و هم نیروی جسمانی خود را باید صرف کنیم. پس کلمه تاجیکستان شما چی را مفهوم دادنی هستید؟ معنی داد کردنی هستید؟ خب کلمه تاجیکستان این پیش از همه وطن ما است، پیش از همه مادر ما است. خیلی گروهسار میگه تاجیکستان سر هر سنگ تو بر من وطن است و من فکر میکنم که باید ما برای تمام منطقه تاجیکستان یک مفهوم را آموزیم که ما یک هستیم، زیرا اگر ما از یک سرگریبان برون آریم برای ما چقدر خود جناب گفتن ما وقتی که اتحاد و قدرت ما این متحدی ما است، حتی این از در وحدتی است، در وحدت است و این از بمب اتمی هم یعنی چی است قدرتش پرزورتر است. و من زیر مفهوم تاجیکستان پیش از همه مادر، پیش از همه وطن را میفهمم و اینجا در برابر اون که اختصاص ما گئوگرافی است، توریسم هم هست. اساسگذار توریسم توماس کوک برای تشکل توریسم سر اول سفر کرد به تمام منطقه انگلیا و من نیز نیت دارم که در تمام منطقه تاجیکستان باشم، عرف و عادت، رسم و این و چیزهای تاریخی و گئوگرافی، اوبجکت‌های تاریخی و گئوگرافی این منطقه را آموزم و اینها را در برابر مقام بعد در آینده با جهانیان معرفی کنم. ما صحبتی داشتیم با ساکنان فرانسه و ایتالیا و وقتی که من درباره تمدن آنها مثلا با شهروند ایتالیا درباره دانته الیگری نویسنده مشهور ایتالیا و با شهروند فرانسه درباره رنی دکارت گفتم من با زبان فرانسوی با زبان ایتالیایی
و به نهایت گیره کردن، یعنی اشک از چشمانشان ریخت و من از همون لحظه فهمیدم که باید من هزارها مرتبه تاریخ وطنم بیشتر آموزم، هزارها مرتبه زبان و زبان خودم رو باید غنی کنم. چگونه تاثیر بخش است که واقعا هم وقتی که شما با زبان یک نفر صحبت میکنید، گیره میکند، این احساس امروز داره. کدام زبان ها رو میدونید شما؟ خب ما در زمان مکتب خانه من زبان فرانسوی خوانده بودم، بنابر سبب که ما با آموزش زبان انگلیسی و کوشش دادیم که زبان انگلیسی را آموزیم، کم در فراموش شده است و ما البته این چیزا برقرار میکنیم. ما زبان روسی، زبان انگلیسی و زبان تاجیکی را میدانیم و با زبان فرانسوی یک چند جمله های میدانیم که مخصوصا تاثیرگذار هستند. خب باشد. مثلا اون سخنی که ما به شهروند فرانسه گفتیم، این سخن رنه دکارت است، فیلسوف مشهور فرانسه. Je pense donc je suis. یا مثل следовательно я существую. یعنی من فکر میکنم، وقتی که من فکر میکنم من وجود دارم. یعنی انسان با اون وادار میسازد که انسان زمانی وجود دارد که وقتی تفکر میکند، اندیشه میکند. اندیشه میشد اندیشه سازنده و اندیشه سوزنده. برای همین باید ما اندیشه سازنده داشته باشیم که برای تشکل معنویات در جامعه نفرسان باشد. اگر شما رو بپرسن که امروز اینقدر صمیمانه درباره وطن سخن گفته، اینقدر اویلتون رو دوست می‌دارید، کسبتون رو، دانشتون رو دوست می‌دارید، مثلا دستاوردتون رو دوست می‌دارید، تاجیکستان رو چگونه دوست می‌دارید؟ محبت چگونه است؟ خب من تاجیکستان را هر یک موهی که در دریاش است و هر یک ذره خاکی که در قلمروش است دوست می‌دارم و من میگویم که یک سخن خوب است که به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است. باید ما در همین شکرانه صلح و وحدت کنیم. پیش از همه شکرانه کنیم که آرمان‌های هزار ساله ملت ما برای به دست آوردن دولت ملی یا که دولت صاحب استقلال عملی شد. در این جاده بسیاری از نفران کوشش کردند. ما دولت بزرگترین داشتیم، هخامنشیان 5.5 میلیون کیلومتر کیلومتری مساحت داشت، یا دولت ساسانیان 4.6 میلیون کیلومتر کیلومتری، دولت سامانیان 2.8 میلیون کیلومتر کیلومتری. باید تمام ما نوابسته از آنی که در کدام آموزگار کدام فن هستیم، کدام منصب اشغال میکنیم، باید برای این وطن خدمت کنیم، زیرا که این وطن از صمیمانه خدمت کنیم و همیشه منفعت‌های ملی ملت و دولت از منفعت‌های شخصی خود بالا گذاریم. زیرا ببینید استاد صدرالدین یعنی برای یک مثال میبرم، در مدت 7 ماه از 15 مارت سال 1925 تا سنه 12 مارت سال 1925 نمونه ادبیات تاجیک نوشتند که اثر تقدیرسازش برای تشکیل جمهوری هفتم در هیئت سابق اختیاری شوروی در مدت 7 ماه که دستی بزرگ در مدت 35 سال شاهنامه نوشت و برای همین هم به مناسبت 35 سالگی استقلال جناب عالی این کتاب را به همه خاندان تاجیک دادند. یا که اکادمیک بوجان غفور در مدت قریب 30 سال کتابی تاجیکان نوشتند سال 1972 و اینها کتاب‌های تقدیرساز برای ملت ما هستند و در تشکل تفکر ملی نقش می‌بازند و باید همه ما این کتاب‌ها را خوانیم. آفرین. خب امروز انا درباره استعداد شما، سمتی که شما انتخاب کردید، امروز سمت آموزگاری صحبت کرده استودیم و امروز برای آموزگاران نیز برای فعالیت چقدر امتیازها البته داده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، حتی قانون نیست برای آموزگار به تصویب رسید که من بعد فعالیتشان را باز هم گسترش خواهند داد و امکانیت‌های خیلی فراخ برای آنها فراهم آورده شد و در نوبت خود همچون جوان صاحب لیاقت آموزگار جوان برای این گونه دستگیری ها، فعالیت پرثمر، شرایط مساعد برای فعالیت چی میگویید؟ ما در برابر آن همه غمخوری که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا از جانب پرزیدنت کشورمان و ما آموزگاران فراهم آورده می شود و مخصوصا قبول قانون آموزگار وعده میدیم که برای تربیت نسل نورست تمام آن امکانیت های ذهنی و معنوی که داریم استفاده میکنیم. کتاب هایی که برای خودشناسی ملی موجب خودشناسی ملی میگرن تا حد امکان میخونیم و برای جوانان توصیه میدیم، زیرا که این باعث میگردد که آنها نیز به همین چیز شفق و هوس پیدا کنند و تاریخ خود را دانند. چخیلی که میگن دانش تاریخ بدان مختصر و از همه علم بود معتبر و برای همینم پیش از همه در برابر اونی که فنهای دقیق خوانندگان ما میموزند باید به خودشناسی ملی نیز اهمیت دهند.
این مسئله هنوز در سالهای 2002 استاد محمد شکوری بخاری گفته بودند که یک کتابشان انسانگرایی آموزش و مسئله زبان ملی در همین کتابشان قید کردند که باید امروز در جامعه معاصر یکی از خطرهای اساسی که در جامعه معاصر است این پیش از همه زیر تاثیر گلوبالیزاسیون و جهانی شوی تاریخ یعنی با معنویات مردم تاثیر میکنند و برای حفظ نمودن از همین جهانی شوی که در کتاب پیشوی ملت همون هم هست تاجیکان درونی تاریخ از آریان تا سامانیان در همونجا سر می شود انسانیت در آستانه خطرهای جهانی یعنی در همونجا پرزیدنت کشورمون کتابی برخورد تمدن‌های سیاستشناس مشهور امریکایی ساموئل فیلیپس خاتینگتون هم میارن و میگویند که باید ما در زمان معاصر در عصر 21 مخصوصا خودشناسی ملیمان بالا باشد و دانستن زبان تاجیکی نیز روند آموزش زبان تاجیکی نیز باید وسعت یابد و خودشان نیز زبان ملت و هستی ملت 2 جلد کتاب نوشتن که این زمینه مستحکم گذاشت برای آموزشی زبان. آفرین احسن. بله درست است. و امروز در برنامه چی گفتنی بودید؟ من نپرسیدم، شاید امکانیت ندادم. چی گفتنی بودید که باید من حالا فرصت برای شما است؟ چی گفتنی بودید؟ خب من فکر میکنم که اون همه سوال‌هایی که شما دادید به نهایت هم سوال‌های جالب بودن و سوال‌های بودن که برای تشکر منبعی هم شخصیتی من و هم جهانبینی من سهم میگذارن و من فکر میکنم که شما تمام سوال‌هایی که امکان پذیر بود دادید و من میخواستم که تنها به شما منتداری مخصوص خود را برای آنکه که ما را دعوت کردید رسانم و تمام اون کارمندانی که در پس پرده هستند زحمت میکشن منتداری مخصوص خود را میرسونم و میخواهم که و من آرزو میکنم که چون برنامه شما درخشان است نوری آفتاب درخشان نشود تمام اون نفرانی که به این برنامه منبع میان به مانند آفتاب درخشان شوند و آفتاب به تمام نفران نور میپاشد. از برنامه چی گرفته؟ از برنامه من پیش از همه یکمش روحیه بلند گرفتم، پیش از همه یکمش باوری به خود گرفتم، زیرا که این امکانیت فراهم می‌آورد که ما یکم ترس از خودمان دور کنیم و امیدی زندگی شایسته و باوری به خود و باوری به آن گرفتم که ما در آینده میتونیم یک کشوری بزرگی را سازیم برابری پیشوای ملت که نسل‌هایی که منبع دارن از این افتخار کنن. بله باید تاجیکستان را دوست داریم، صدق‌دلانه خدمت کنیم. من امروز در نزد خود یک نفر چهره در آینده اختراعکار، چهره که در تبادلات انمی فن‌های دقیق یک سهم خودش میگذارد میبینم و در آینده شما یک شخصیت میشوید که باوری دارم برای ملت، برای تاجیکستان معرفی‌گر میشوید و نامبردار اویله خود، استادان خود میگردید. من به این چیز 100% باوری دارم، چون امروز در منبر بلند برنامه درخشان اثبات کردید که این دانش شما تنها خیالی هم نیست، از خود کردن این استعداد شما با جد و جهد آموختن‌های صمیمی با همکاری‌های سودمند با استادان قوی اراده و دانشمند است و من باوری دارم که در آینده در سیمای شما چندین نفرها ایدئال خود را می‌بینند، راه خود را پیدا می‌کنند در جاده فن‌های دقیق. به شما بردباری موفقیت، باز هم استعداد قوی، دانش قوی خواهانم. عرض سپاس می‌کنم که آمدید. طول قریب 1 ساعت برنامه درخشان رو باز هم درخشان‌تر کردید. خوب تشکر زیاد. سلامت باشید. خب بینندگان عزیز یادرس می‌شویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایتی سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان جهت دستگیری کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت تهیه شده است و هر نفری که در برنامه درخشان البته شرکت می‌ورزد صاحب مدال رمزی برنامه درخشان که از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه شده است البته صاحب می‌شوند. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت ثبت شده است وارد گردید، درخواست خود را گذارید. ما کوشش میکنیم در نوبت خود شما را دعوت کرده یک برنامه جالب چون امروزه برپا نماییم و منظور شما داریم. چون میگویند در حیات انسانیت برای هر یک انسان نعمتی بی‌بها این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. تا برنامه‌های دیگر خیر.